شما که کجا بیدی؟ بله کجا بیدی؟ بله تو تا بخونی داده خود به چی کار؟ نه بگو که داده تو چیز به دومات خوب بگو بیای منه چیز بیای منه این میشه بسته که دو ماه میشه نمادیم البا از ما بغل چیزیم جنگ و دعوا کردیم سیه انا گفت با داده خوب بگو تو دومات ما نبید داده میگو تکمه باشه به زنگ میزنم برو جانه با میاییم انا چی فرق میکنه یکم نانه میگو تا خوب دیدم من خوبه تیارا بگی تو نه میفهم دیگه بگیره کیر این غلفه بگیر تو چرا ما ایران بگیر همین توری میری به دست ها نورالله بفهمیدی؟ چهاردوبه خودم نگاه کو اگر نورالله رو دیدی اگر تو رو دید همینجا کار بگو که دو تا پا تا دو دستات رو هم بشکن بفهمیدی؟ چرا؟ بگذار که تو رو بزنه خب تو رو بزنه این فرنشی لحظ کنه بیا به من بگو من نورالله بزن اگر او ندیدی درس رو بیرو قلف کو کرایه رو کسی خوب بیا به سلام بیا پامال بشکنه خوشته بیام تو بگذار که فقط دور بزنه او دیگه تو کار نداری بفهمیدی؟ هر روزی که ما خونه بسی دادیم یک سر ما برادیم میرم سه چهار جور کاش پاره کرد 500 به کارت سوختم فقط ما نوکر پیار از اینو کرایه خونه رو نمیاره چنده بگم بیارک حساب خراب میکنم بیری بندازم همسایه دیگه بیارم چنده 10,000 روپیه آخه 10,000 ها اگر دیدی هیچی نگو فقط بگذار که تو بزنه دست رو قلف کو ها گفت کلی بده کلی کسی که اصلا کلی نده بگذار تو بزنه اگه ندیدی قلف کو بیا بسن یعنی بوکس لگات هیچی نزنه اون من نه هیچی نزه بگذار که تو خوب نه دیگه خود چه زدگه خود شونام لیست برو دیگه به من دلیل نیارک برو آتا کوچه دست رو آتا کوچه دست رو خوب محکم قلف کو حالا عباس خب باشته اونا بیروش هم اصلا خود که من بخی بیرون نشم برو تو چی کردی بیشتر از غم رفت برو خوبه نه دی کلی با یک دمی بری اگه بدی تو نه برو که بفهمم که کرایه خونه به سر وقت بیاره ما نوکر از اینو که اکسره برو میفهمم که پول نیاره بله سلام علیکم من دلم بشه گیف پگیشتنی خوبی سلامت چه کار میکنی؟ چی؟ چه کار میکنی گیلا؟ هیچی برای استاده و مطل نانه خوب چرا دست سرا نورالله قلف میکنی؟ اول برفتم از این سرا نه رفتم خاطر که نورالله مادر نورالله زنگ زد به ما خوبه به تا گوشی ما زنگ زد گفته که شما ما عیاد ما برفته از سرا برفتیم به عروسی انا 10 سال ما وابو مونده انا گیلک اگه زحمت بکشه برای یک قلفی به 10 سال ما بزنه انا خاطر که ما از عروسی بیایم سعی کنیم که تمام خرت پرتا زندگی ما نبرده باشه نورالله برفته به عروسی به تو گفته در سرا و قلف کو نه نانی نورالله نانیو خود چرا نورالله قلف نکده؟ تو شو مادر میری که یک ذره پیچته میدی رگال تو ببین حتما یک گپی هسته یا امیتنه یا پولا شما نمیده یا دگه کاریه چیز نه غلط نگیریم ما میریم دیگه بفهمیدی؟ خب خداحافظ شما آدمی نورالله از اینا قصدار بوده این بچی که گیلک بیام و در سرا خوش که در دروغ میگم نانی نورالله در کی بسته کرده؟ کی نمیده گوی؟ بابا نورالله در سرا شما با قلفه اشتا قلفه؟ کی قلفه که ما که به سرای؟ گیلک در قلف بده رستی میگی؟ میگه نانی نورالله گفته نورالله به عروسی رفته در سرا گفته برو قلف کو دیپا
اشته قلف کرده کو آری رنگک از این بخواد شما با داخل سرای اشته در قلف بکرده با بالی ما ما چون گفتن مدر نیرولا گفتن ما میریم به عروسی در قلف کن بابا ما به عروسی چه کار میکنین که برای ما کی ما به عروسی خبر کنیم بیا ما در بالی ما قلف کرده ما که بو گفتم شو صبر کن رنگک از این بخواد شایی تو صبر کن که رنگک از این بخواد ای چرا در سرا من قلف میکرد؟ ای چی نگو بخاطر چی قلف میکنو؟ نه کی قلف کرد؟ 5 دقیقه جلوتا کدی تو برفت ندیدی؟ میته تو صبر بکن کار مرگیر کنم مگه به پست از این ساده خدا رکن دمانه ایلا بستکا بله بستکا با تو بگو بستکا کجا میگی بستکا چرا در سرا من قلف کردی؟ بله ما قلف در نکردم سرا قلف کردی؟ قلف نکردم اشته قلف نکردی؟ گردنم بند باش دیپک تور بدیدی با تا کوچه کتی بیامده در قلف کردی راخور بگیرفتی برفتی هیپا خودی گفتم قلف گفت کلیار بده کلیار چی کردی؟ کلیار چی کردی بگو؟ کلی نداد به دستمه پدر اشته قلف کردی تو کلیار چی کردی؟ کلی نبیدک من که نه قلف نکردم من کی تو ریکا که در سرا مار قلف کو؟ چی؟ عباس گفتم برن این کرایه سرار نمیده چرا کرایه نمیده برج سرار مثل کوتی اول دادم برج 2,500 چرا پولا مار نمیده میگو با 4 ماه که من شما قرض دارم که 10,000 روپیه میشه شما بیایم در سرا با بالای ما قلف بکنی استاد عمودم بزنه بچه من ناجور خسته چیزی بشه من از کجا اونار تیر کنم تیاری پیدا کنم که نه سردر تیر کنه تو بیام در سرا ما قلف کردی ما بجستم رو خورفتم که تو بیام در سرا ما قلف کردی من چی میفهمیدم من عباس گفتم برو قلف کن عباس تو میگه خور با تاچا ما نمیری میندازی مشو کلیار چی کردی کلیا نیه کلی اینا کیسه یا چا عمیقه تو سیکو راست خب بگو کلیار کجا کردی کلی نداد اشته کلی نداد کلی نه بیام در قلف کردی خلاص برفتی برات کار خو قلف یک کدم عباس خودی به کجا بوده به تا بخشی درختا بیت خودی تو به گلبیت خودی تو که گپ زدن نمیشه ما مگر برو خودی برو گوشیار تو گپ بزنم که چرا به چی خاطر دیگه به در سلام قلف کردی برو دیگه برو دیگه تو کارا نکنی برو نیلولا ندید نیلولا ندید عجیب مردم افتادیم خودی از خیلی جان چجوره چی گفایت یار هستی میگم من یک چیز از تو پرسان کنم اگه تو هم رنگ بچه کوکا خوب بشه ای فودم که خودت تو سلام علیک کنه به خول آدم اشتباه میکنه خود از اینا سلام علیک کنه چرا یک مردم گوشنی که من به طول تاریخ ندیده بودم با 4 ماه که من از اینا قرض دارم میام و تا قلف به در سلام واسدم به خاطر از اینکه تو کرامر نمیدی بابا من بجستم به رو خورم تو عمر خود به تیر کردم آخه همین برج 2,500 با چند میشه برار خوب خب با 10,000 روپیه من میرم به رو خو میرم که شما بیایم در قلف میکنی یعنی تو بیرو ببین اینا در قلف کردن باور بکو کسر در تا شدم بعد راه خود گرفتم بعد تمام رات کار خو خود تو میرفتی کلیار از این میستیم چرا از هر در بالا شدی رفتی به سرا کاکا جو رمضان جان من به داخل سرا بودم در از کوچه با بالای ما قلف کردم هر چه کش کردم دیدم در قلفه کش کردم در گام دیدم صدا دیپاک اومد که بابا اعمال گیلک اومد در از بیرون قلف کرده با بالای تو بالا شدم از سر در سعی میکنم که در بیرون قلفه یعنی تو به سرا بودی در سرا با بالا تعبیر قلف کردن را خود بگرفتم برفتم باور بکو برار من از سر در بالا شدم این تا کار به تاریخ کس تال نکردم من تا 2 سال کرایه سرا قرضدار باشی تا کارا نمیکنه قانون ایتنه خوب عباس بچه تره گیلک هم که کلون سعودیه همه فکر نمیکنه اگر نه حق همسایه داری باید آدم به خاطر 10,000 روپیه کار نکنه بازم خیره باشه گیلک و به حرف گفت نیه ما عباس ببینی یا به زو زنگ میزنی یا دیدم من برای اون میگم که در سر رو برار خوب گردم همین روزا که خودت خبر داری بیکاری کم کار خرابترم دستم تنگه اگر نه که من کرای نار میدادم
همین که نشد دست ما بند مونده که نشد خود تو میفهمی حالا کم یک کاری بکن که بیایم همین در سرا رو واکنن که همین زن بچه‌مو داخل سرا در خود تو برستی در سرا پیش اینا. در سرا پیش کی؟ پیش عباس. نه بابا جان گیلک گیر کردم برای گفتم چرا در سرا قلب کردی؟ گفت عباس من رای کرده. من تا حالا ندیدم اونو. خب باشه من میرم به عباس میگم من مثل که مشکل دارم من اگه مشکل نداشته باشم عباس هم تو بچی نیه که به 10,000 روپیه اصلا مادر اجازه نمیده که به 10,000 روپیه در سرا رو بالا همسایه بسته کنه. اما نمیورسه مار بکو کار بکنم. 50,000 تام بزونا با تیار کنم. بابا خدا یک کار میکنم تا یک کار بکنم در سرا رو کنم. برو من به زنگ میزنم به عباس میگم که رای کنه در سرا رو کنه. تا هم براس پول بشی برای اینو حداقل نصف برو 10,000 تیار کو 5,000 بده که دهن از اونا هم برو هم شه. تو میگم لالا رمضان ای فتو به این مردم. ای فتو کمینا خیره دیگه اونا هم به چوک و کمانندگی تام نگو دیگه حتما مشکل دارم. السلام علیکم بچی که کجا نشتنید خوبیم سلامتیم بخیرین شکر زنده باشیم سلامت باشیم شما خوبین خانواده خوبم جان میشنو خوب سعی کنه رمضان جان همین نورالله که هست بدبدی پول نمیده از امروز که ما خونه به زینا بس مردیم امروز که بیان کرایه نشین شدم یک 500 به کردیت سوختوندم یک سجاج کوش کنه کردم یک سه به دست را میره من رای میکنه به این برج به زی برج میکنه این برج به زی برج میکنه خب ما هم کن نمیتونم دیگه ما صبر کنم ما میفهمم که خرج دیگه نداریم فعلا همین خرج می کرایه خونه ما زندگی خود میچلونیم آخه من که پیشی هستم میت زهری میکنه آی ندارم میتنه اوتنه فلان بسمدانه خود نمیشه دیگه خود شما قضاوت کنن دیگه چند بار شد پول نداده با من مدام میگه چون پول چیکار شد ما چون این نداریم آرد نداریم برای نداریم روغن نداریم خب ما کجا رو بگیریم چیکار کنم ها من کردم گیلک گفتم 10 سال رو قلف کو صحیح مشکل نداره این دفعه به خاطر شما خیر مشکل نداره فقط برای بگیم این پولکوس عباس تیار کنین کم کم بدیم اون نصفه بدی حداقل هم خرج زندگی مال کو بشه من نمام کم یک جایی بدی آخی تو اگه بوج کرایه خود من تیار کنه که من نمام از پول یک سه به دست رای باشه من میفهمم سایده سخت گناه داره دیگه چند بوج من صبر کردم خوبه باشه من زنگ میزنم به خونه گیلک بیامد من پس رو رای میکنه که بره قلف هوا کنه باشه خوبه صحیحه این فهم به خاطر شما دیگه خیلی بریم تیار باشیم به چی کار شب نمیایی با تیار خوشحال باشی خداحافظ شما خیر باش بابا افتجلو به چی کامل گرفت آی من نداره میتنه اوتنه عباس دست رو من قلف کرده و دیگه من بیشتر از این صبر نمیتونم به تو
مکن نوکر تو نیم که اکثر به در سرا باشون کرایه بده اگه مال خواسته باشون به فیس یعنی همسایه دیگه میه میشینه بخونه تو کاش که 10,000 که باشه از رای دور آمدی چینا صبور آمدی مونده بشی زنده بشی مونده بشی صبر کن میگم یک وجبی تو خود کله گنده خود چرا برفتی به نورالله گفتی که نورالله گیپک در سرا شما گلف کرده کی گفته؟ همون کسی که در سرای گلف کردم که پولا مار نمیداده ما چون برار مگه تا 10,000 چنده بمونده تو برفتی خود کله گنده خونی دیگه چیز کردی که من از نگاه بیامد به تا کوچه بدی سلت که نیه گیلا امو دمی که تو در سرا گلف نکردی می چی نگفتم نگفتی ها؟ نه اون دروغ عبد میگه خاطر من به منجی شیشته بودو آها راست میگی خب با اون نورالله دروغ گفته آره خاطر بونا نشده خاطر نورالله گفته که گیپک گلف کرده یک بار دیدن دویده برات میبیام گیلک جو مکی میرون شیطونی میکنو گیلک بیامده در سرا شما گلف کرده خب اگه تو بگیرم سلت میکنه میفهم هر چی نکنی تو دیونه قلمونی دیگه زنده بشی گیپک خداوند تو بدین دنیا کار نکنه الهی چی گیپک چیزه برو امی چیکار میکنی با این دفعه مرگش به تشون آمده آفرین بچه خوبه باشه بفهمیدی؟ خوبه دیگه نورالله دروغ گفته په دیگه